کسایی که تازه ماینکرافت رو ریختن و میخوان با تازه کارش آشنا بشن. وقتی وارد ماینکرافت میشی همچین صفحه براتون میاره. شما اینو میزنید که میاد داخل بازیتون. توی این قسمت دنیا هاتون میاد. بعد اینجا رو میزنید و بعد توی این قسمت وقتی یه مودی بریدی یکی از شاید یه مودی بریدی اون مودی بیاد درون اینجا و این قسمت هم واسه شروع دنیاتونه. توی این قسمت مود که اینجا مودتون رو با زدن این دکمه فعال میکنید و درون این یکی هم بازم این مود میریزید. اگه مود این رو زدید ولی فعال نشد میاد اینجا و اینو فعال کنید. ولی اگر مود سنگین ریخته بودید و باز نمیکرد کافی این دکمه رو بزنید تا موده براتون باز بکنه. توی این قسمت اگر میتونید موقع یا مکان اسپانتون رو بنویسید، ولی اگر این دکمه رو بزنید میتونید مکان اسپانتون رو خودتون انتخاب بکنید. اینجا رسید. حالا ببینید توی این قسمت مثلا عکس اون جایی که اسپان میشید و براتون میزنه که خواهید کجا اسپان بشید و اینطوری هستی. بعد این از موقعیت اسپانشه. بعد دیگه براتون توی این قسمت این حالت آسونه، این حالت تقریبا آسونه، این حالت متوسط، این حالت خیلی سخته. خب بعد اکثرا بعد بذارید رو همچون روی باشه. این حالت کریتیوی که جونی ندارید میتونید همه آیتما رو بردارید و کارتون کنید. این حالت سروایولی که جون دارید. این وقت اینم بزنید میاد حالت هاردکور که وقتی توی ایران شبیه سروایوله وقتی بمیرید دیگه نمیتونید به دنیاتون برگردید. یه روح پراکنده اید و خواهش میکنم و زمانی که خواستی دنیاتون رو بذارید موقعیت خاصی دنیاش رو تنظیم میکنید و وقتی اینجا رو بزنید دنیاتون لود میشه. این طرز کار برنامه ماینکرافت بود. امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. ویدیو لایک کنید، سابسکرایب هم فراموشتون نشه.